بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما شما تقسیم پولینومها پولینوم را دیگر تقسیم می‌کنیم. همینجا ما شما باید در نظر داشته باشیم که مخرج پولینوم باید خلاف صفر باشه. مخرج پولینوم باید صفر نباشه، خلاف صفر باشه. اگر صفر باشه مثلا هر عدد باشه، مثلا تقسیم صفر باشه، هر عدد که ما شما سری صفر تقسیم میکنیم و اونم چی میشه؟ طرف لای کنه. عدد تقسیم به صفر و مساوی میشه لای کنه. عدد که تقسیم صفر میکنیم و بعد لای کنه میشه. ولی میشه باید مخرج خلاف صفر باید باشه. خب یعنی ما شما مونوم را مونوم تقسیم میکنیم. منفی x مربع و مثبت x. یعنی میره دیگر تقسیم میکنیم. میره ما شما اینطور نوشته کردیم که مساوی منفی x است. منفی میگیم x ضرب x تقسیم x. یعنی میشه منفی تقسیم به مثبت منفی، یعنی یک x اختصار باشه. تنها دستور چی بمانه؟ مثبت منفی x میمانه. یعنی جوابش هست. یا اینطور می‌دانیم که تقسیم هاشون که قاعده هایشان تقسیم تعداد باشن، قاعده هایشان که برابر باشه که از قاعده ما شما یک قاعده میگیریم. تنها چی میگیریم؟ منفی یک قاعده میگیریم. از ذریعه توانی که مخرج ما شما تفریق بگیریم. یعنی دو منفی یک، این مسئله میشه منفی x بتوانی از دو که یک برابر چند بمانه؟ یک. تنها نمیشه بده یک ضرب نیست. منفی x و منفی x بدست یک. خب یعنی میگه پولینوم یا مجنون رو تقسیم میکنیم سر مونوم، یعنی سر یک حد ما شما رو تقسیم میکنیم. که مثلا کنیم ما شما اینطور نوشته کردیم کسی شکل نوشته کردیم که امی x به توان 4 تقسیم به x مربع علامه مثبت است. 5x مکعب تقسیم x مربع منفی 7x مربع تقسیم به چی؟ x مربع. این مسئله میشه. اگر اینو تو شما عملا بگیریم که یعنی مثلا x رو 4 بار نوشته کنیم و یعنی x رو 2 بار نوشته کنیم، اون 2x مربع 2x که 2x بیاره تنها چی میمونه؟ x مربع میمونه. یعنی چی؟ تنها یعنی چی میمونه؟ x مربع. یا اینطور کدام می‌دانیم که از اینجا قاعده شد یک قاعده بگیریم، از 4 چی تفریق میکنیم؟ 2 تفریق میکنیم. از 4 2 تفریق کنیم چند میمونه؟ 2. یعنی 2 رو نوشته کنیم. مثبت 5 تقسیم بر 1 چند میمونه؟ 5. خب یعنی معنی بسیم با مجهول. در مجهول از 3 ما شد از قاعده یک قاعده بگیریم x بگیریم، از 3 که 2 تفریق بکنیم تنها یک میمونه. یا مثلا اگر 3x نوشته کنیم و اگر 2x نوشته کنیم، یعنی مثلا چطور؟ x ضرب x ضرب x تقسیم به x ضرب x. یعنی x که یعنی x اختصار نشه تنها چی میمونه؟ یک x میمونه. یا اینطور کنیم که مثلا x مکعب تقسیم بر x مربع. این مسئله میشه از قاعده یک قاعده میگیریم، از 3 قاعده چی تفریق میکنیم؟ منفی 2. این مسئله میشه x تنها بکن 1. خب اینمی که ما شما حاصلشان چیست؟ 5x علامه منفی است. 7 تقسیم بر 1 7 میرسه. x مربع که x مربع اختصار باشه خلاص میشه. یا از 2 x تفریق کنیم چیزی میمونه. بس اینمی جوابشان شد که اگر ما شما این پولینوم را سری مونوم تقسیم کنیم اینمی حاصل به دست ما شما میاد.
خب انمال پولینوم را سر پولینوم تقسیم میکنیم یا مجنون را سر مجنون تقسیم میکنیم. یعنی میتونه الان باشه مشکل نیست. یا ما شما اونمو عملیه تقسیم میره میگیریم که 13 اولی فکر میکنیم که انمال را ترتیب میکنیم. این انمال غیر منظم است. نه صعودی ترتیب است نه نزولی ترتیب است. انمال البته ما شما ترتیب میکنیم. یعنی از نزولی ترتیب میکنیم. بدن توان میگیریم چند است؟ 4 است. 2 x به توان 4 بعد از 4 چی است؟ 3 است. مثبت 3 x به توان 3 بعد x مربع است. x مربع نیست. ببخشید. انمی جان یک چیز مانده. انمی جان منفی 4 x مربع داریم. منفی 4 x مربع داریم. نوبت 4 x مربع است. منفی 4 x مربع مثبت 13 x و ثابت عدد مثبت 12. این ما شما تقسیم میکنیم. یعنی میره هم ما شما یعنی تو نزولی ترتیب میکنیم. یعنی x مربع منفی 2x و مثبت 3. خب این ترتیب شد. البته منظم ترتیب شد. این تقسیم میکنیم. 2 تقسیم سر 1 2 و x مجهول به ما شما متعاملی طور میتونیم که مثلا توانش و نمر ما شما ضرب کنیم که او نمر توانش از نمی جای از نمی زیاد باشه. از نمی کدرمی برابر شد. یعنی x مربع چی میگیم؟ x مربع. یا مثلا ما شما میگیم که x توان 4 است. این تقسیم کنیم. از 4 که 2 برابر چند میمونه؟ 2 میمونه. یه تفریق شود یا اختصار شود ما شما پیش رو بودیم عملیه اجرا کنیم x مربع. خب انمیال 2 x مربع دلیل کنه دیگه ما شما ضرب میکنیم. مثبت ضرب مثبت 2 ضرب 1 2 x ضرب شده میره ما شما جمع میکنیم. 2 جمع 2 4 میشه. مثبت ضرب منفی 2 ضرب 2 4 x مکعب. مثبت ضرب مثبت 2 ضرب 3 6 x مربع است که میشه x به توان 0 پس چی میشه x مربع. این انمیال ما شما تفریق بگیریم. تقسیم ما شما که میکنیم عملیه ضرب عملیه تفریق میگیم. تفریق بگیریم بعد ما شما چی میکنیم؟ علامات چی تغییر میکنیم؟ مثبت است منفی است مثبت است منفی. از وقتی 2x به توان 4 منفی 2x به توان 4 تفریق شد دیگه خلاص. خب 3x مکعب و مثبت 4x مکعب چند میشه؟ مثبت 7x مکعب. منفی 4x مربع و منفی 6x مربع چند میشه؟ منفی 10x مربع. یک کلمه ما شما پایینه که مثبت 13x. کلمه افتر سر یک تقسیم بکنیم چند میشه؟ مثبت تقسیم مثبت 7 x مقابل که سر x مقابل مربع تقسیم کنیم 2 اختصار بشه تنها یک x میکنیم. خب انمیال پس کلکولیت کنیم ضرب کنیم. مثبت مثبت 7 ضرب 1 7 x ضرب x مربع میشه x مکعب. مثبت ضرب منفی 7 ضرب 2 14 x مربع. مثبت ضرب مثبت 7 ضرب 3 21 x. این پس و نمامی است. این پس تفریق ما شروع میکنیم. یعنی مثبت است منفی است مثبت است منفی. 7x مکعب کنیم منفی 7x مربع ختم میشه.
منفی 10 x مربع و مثبت 4 10 x مربع چه میشه؟ مثبت 4 x مربع. مثبت 13 x و منفی 21 x چند میمونه؟ منفی 21 یعنی 21 هزار است. 13 رو به مثلا داریم. نو 13 که چند هزار میمونه؟ تقریبا 8 منفی 8 x هزار. اینم دیگر کاربرد مانده که ثابت داده است و نمره پایین میاره که مثبت 12. 4 مثبت تقسیم مثبت 4 تقسیم 1 4. خب x مربع را که سر x مربع تقسیم کنیم اختصار میشه. خب اینم مثبت ضرب مثبت 4 ضرب 1 4 x مربع مثبت ضرب منفی 4 ضرب 2 8 x مثبت ضرب مثبت 4 ضرب 3 این هم 12. علامه مثبت از منفی از مثبت میشه مثبت از منفی میشه. 4 x مربع منفی 4 x مربع اختصار میشه. منفی 8 x و مثبت 8 x اختصار و 12 که منفی 12 هم اختصار. یعنی چیزی باقی نماند. باقی چی شد؟ صفر. یعنی نمی پولینوم مکمل در سر نمی پولینوم تقسیم شد. یه بود تقسیم پولینومها که ما شما این مرد سر دیگر تقسیم کردیم. دیگر نمی ما شما دیگر مثال هم داریم. سر از دان شما کار بکنیم و هم حل کنیم. انشاءالله مشکل شما حل بشه.